In Turkmenistan, Aksultan Hoca Delkilova.
ما برمیگردیم به رقابتی خیلی حساس، به نیروسنجی جالب و تاریخی و دیدنی. به میدانداری یک تن از پهلوانان جوان شهرتیار مملکت شهباز سید ابراروف. سید ابراروف در مقابل ویر و دنیز قرار دارد. ورزشگر مولداوا که 26 ساله است و اکنون در تاریخ ورزش کشور و مخصوصا در فعالیت این جوان 22 ساله این صحیفه جدید است. قدم اوله که با چهره سرشناسی رقم یک سیاره نیروسنجی کند. 153 رقابت انجام داده ویرو دنیس باری دیگر ثابت می سازد که این چهره شخصی تصادفی نیست و مخصوصا در مسابقات قهرمانی جهان که با دریافت زینه سیوم شرف یاب گردیده است، ویرو این هم در سال 2019 ماه اوگوست به وقوع پیوست. پهلوان ما بسیار هم در حالت هیجان و حساس قرار دارد. ویرو 4 مرتبه با گرفتن مدال طلای مسابقات گرند اسلم و یک دفعه مدال نقره گرند اسلم رو هم دارد. در قده اروپا هم به عنوان چمپیون اروپا برنده مدال طلا شرف یاب گردیده است و 3 مرتبه مسابقات گرند پری را هم به پیروزی انجام داده. 2 مدال نقره گرند پری و 1 برنجی هم دارد. دستاوردهایش خیلی شایان و عالی و ارزنده و ورزشگر تاجیکستان شیدا گرفت در مقاومت این پهلوان سرشناسی که چون گفتیم حالا هم در ردبندی بهترین ها 5216 امتیاز دارد و برنده مقام اول است. سید ابراروف از این نمی حراست، در این روند هم خیلی خود را خوب دفاع کرد و این حالتهای باز هم مرکب پرتری را باید هرچی زودتر رفع سازد.
سعید ابرارов اگر این مراتب هم ببیند خیلی بهتر خود را رها کرده توانست. دستپروری مکتب مهارت عالی ورزش تحت رهبری رؤوف حکومتوف تمرین میکند. جایزه ارزنده را در تبلیس سال پر به دست آورده بود که این مدال برنجی مسابقات گرند اسلم محسوب می‌یابد. حالا اکنون در دقیقه آغاز دقیقه سیوم اندک هم در شبهه است. باید چنین باشد. یک جوان 22 ساله تاجیک امروز هم با یک چهره سرشناسی رقم یک سیاره دست به گریبان میشوند و مقاومت میکنند. سعید ابرارov در پارتر معلوم است که نقص دارد. نه تنها سعید ابرارov بلکه همه پهلوانان ما این علت را دارند. شیدو میگیرد. حالتی که اندک پسیوی او را هم اما برابری نیروسنجی تا این دقیقه دوم رفت و باز هم پشناکی کار را به همان نقطه پایانی برده میرسانید. آنگاه همان اشاره همیشه ما که نوران علی نور میشد اما چنین نشد. سعید ابرارov خود را کنار میگیرد. اندک حراس دارد که یک حرکت به سر رفتیدن یک مراتبه هم از ادامه رقابت ها پهلوان ما از این عمل غیر قاعده‌اش هم محروم شده بود. مبارزه در پارتر برای ویرو دنیس نتیجه بخش نیست و داور امر میکند که هر دو از راست گوشتین گیرم. اما حالت های اشتباه زود به نظر میرسد. نه چندان چون به سر رفتیدنشون حالتی را میماند که او را از میدان خارج کنند. چون این هم هست. داور به این شبهه دارد. به سر رفتیدن حالتی خیلی نگران کننده و خوشبختانه که کار را ادامه دهند بهتر می شود اما چنین نشد. انا همان حالتی گفتیم به سر رفتید وای بر حال آن مربی که در این سمت فارغبالی میکند. باز هم علت فرا گرفته بیشتر و زیادتر این را تهدید کرد و انا همین به سر رفتیدنش او را از میدان خارج کردند. گیمی دیگر آزمایش کرد پهلوان برزیلی ناکام گردید ویلیان اماندا لیما و ویلان لیما. این دوی که هم نسبند و حالا ما در سبقت تسلا بخش قرار داریم. این هر دو هم سالند. در مورد مهارت پهلوان و دستاورد ورزشگری تاجیکستان گفتیم و لیمای برزیلی چمپیون جهان است در سال 2019 میان جوانان. البته سعید ابرارov از این هراس ندارد و خیلی هم پرشدت جالبتر سبقت رو شروع کرد. نه بس از اون که شیدو گرفت. حالا امکانیت هست که نیروسنجی رو ادامه دهد. لیما هم در پن امریکن 3 مرتبه در این قطعه امریکا با دریافت عنوان قهرمانی مدال طلا شرف یاب شده است. بسیار وضعیت بسیار هم وضعیت اما سعید ابرارov توجه میکنه. اگر فکر میکنم با همون پرتافت قبلی که داور حالا خلاصه گیری نکرده است. بسیار هم مناسب بود اما با آن نقطه در کاری که ما میخواستیم برای امتیاز وزری حرکت رفتن نرسید. سعید ابرارov اندک پای راستش آسیب دیده است. شیدو داور به لیما برای این اشتباهش. اکنون برابری در برگه های زرد هم مشاهده می شود. پهلوانی ما در سبقت تسلا بخش یک حرکت خیلی خوب رو هم باز هم ببینید که چگونه برطرف میکند.
سعید ابرارов پوشناکی رقیب رو خیلی خوب پرتافت انجام داد. اندکی یک ثانیه دیگر باز هم ببینید که با سر کتف با آن حرکتی که خواست دست رو باز هم فشار دهد، اما سعید ابرارov نگذاشت. ببینید وقتی که در پارتر حرکت لازم است، تشبثکاری لازم است، پهلوانان ما ایستادگی میکنند. این علت الکی یک سرچشمه است، همون کشتین همیشه این ملی ماست. اینجا هم باز ورزشگری تاجیک قریب به سر افتاد. باز هم دیگر برای وزری را از دست داد. لیما در مقاومت این مراتب هم اندکی موفق شد. همین حالت پیشتر از جانب سعید ابرارov خوب انجام یافت، اما سعید ابرارov این وضعیت رو باز هم وضعیت مرکب رو هم برطرف کرده توانست. حالا وقت هست از ناامیدی بسا امید است. این دفعه نیز باز ورزشگری برزیلی رجوع کرد، اما سعید ابرارov اکنون احساس میکند، پیخست کرد که کار در این زمینه باز هم اگر دیگر بار ما با این سمت توجه کنیم، سعید ابرارov رو تقویت مهارت میباید. هستند نقص و مشکلی های زیاد، بله، که سر این مسئله باید خودی مربیان همیشه کار کنند. سعید ابرارov چرا انتظار میشوی؟ این یک خصلتی بسیار هم زشتی ورزشگر در جریان رقابت است. دومین شد بر رقیب پهلوان تاجیکستان دادن، اما این حالت من فکر میکنم که خیلی نگران کننده است. سخن گفتن، اشاره کردن با اغوا و بعضی مسئله های دیگری که ممنوع است در جودو آورده رسانیدن، این هم بسیار مجازات است. انا همین ترتیبی که باز هم دیگر باره داور اشاره میکنند به هر دو شیدو دارند، اما پهلوان ما وزری رو از دست داده است. دقیقه آخرین سعید ابرارov آخرین کوشش خود رو پوشناکی هر حرکتی میخواهد به پشت میافتد و بعدا پرتافت انجام میدهد. دیگر سمت نیست، دیگر اصول مورد استفاده قرار گیرد. شاید بله، باز هم اکنون ورزشگری برزیلی در این جریان ببینید که چی حالتی که اندکی خسته و بی‌مدار هم شده است که پایش هر کجای خواهد میرود. یعنی در استفاده عمل دو مرتبه بدون نگاه داشت موازنت مبارزه بود. توجهش چندان خوب نبود. کمربند رو درست کنید، خلد رو. بله، این هم اشاره داور است. دیگر باره بله، وقتی که از پشت درست است، اما موافق به همون طلبات معیارهای بین المللی کشتین جودو 18 ثانیه ورزشگری ما در حالتی باز هم مرکبتر قرار میگیرد. این مراتبه که است اکنون از چنگال رقیب خیلی با آسانی رها یافت، اما وقت خیلی کم است. وقت خیلی کم، امیدواری ها هم از این کمتر شدند. آخرین ثانیه های مبارزه پهلوان ما اما نتیجه بخش انجام نیافت. سعید ابرارov هم در این مبارزه تلاش ورزید، کامیاب نشد، جای هفتم را گرفت.